گداریا رادیو تزش موسکوی دکن سلاف و دمو و بخیر گدارین دلال رادیو تزه اند کارم ببین تو رو اینترنت بوی ناونی شانی مال پرا اریا تزه نقطه کم ایرو شمیه بیشش چلیه گداریا دنگو باسین گرینگ یعنی به هفته بکن اندامی پولیتبیروی پارتی دموکراتی کردستان هوشیار زباری دست نشان کرد که حکومت نوی حریم کردستان دوی زوهر دانین و دانستاندنش با پیکانی حکومت بردوامن هوشیار زباری پشت جوین الگل تفگر گران آگاهی دامید و دیار کرد سرپرست سرکه الگل یکتیان اجتماعی کردستانی و تفگر گران دیگشتنک نابر آلیان دهی الگل گران بریار پیکانی دو کمیته آنها دانین یکشوان کمیته دل سر برنامه و نقشرین کابینه نو و یادنجی دل سر ارکیکس و آلیند کابینه تاجی بگرن راوسته زباری هر و آنی زمان که دمک دریج به سر بجارتنی و در باز بیه و دو جوین وان الگلیگین که دجاره کدن هاته کفش کرنه که حکمت آنو دوی دمک نیز دواره پیکانین هر دو چرچوه هولین بو پیکانین کابینه تانو یا حکمت حریم کردستانی بری چند روزان شاندو پدکه و ینگل سلیمانی جویابون پارتی دموکراتی کردستانش بو نرمال کردن رفش کرکوکی کمیسیون اقدام ازراند. سروکی کنسیل سرکاتی کرکوک گرمیون یه بدکی کمال کرکوکی سرخبات و نقشه‌های کمیسیونی داخلیک دا. کرکوکی آنی زمان که بخوا سرکاتی و کمیسیونی دکه و بور جوان نرمال کردن رفش کرکوکی و پیدا کردن رین جار سریج بو خلق کرکوکیه. کمال کرکوکی رو دیار کرد که کمیسیون سر پیشنهاد سرک برزانی هاتیه درست کردن و سر رفش کرکوکی افدل گلدونرین نتوانی گرتید پیودی دابن یک شخبات پیش کمیسیونی کارش بود در خستن هز نجدا شیبی و ارتش عراق در و نوانده کرکوک به و دخبات بکر که هزن پیشمرگه و ارتش عراق در دور کرکوک بین جیکران هات راگیاندن چهارشنبه واری فروکین شهرین ترکیه نوچین سینوری دور آمدی بمباران کردن و دنجامی دو ولاتی سیویل الگلی رشوا شهید بود. هات زانین و گویل بردست دیار دکه که پیوندی چهار کسی را گلی رشوا نمونه حتی نا ترمی دو کسانات ندیدن دو کسی دنجی نای زانین جرانوی سوان چیه. جبر هبونو بنگه و بارگین پکیل نوچه سینوری فروکین شهرین ترکیه وان نوچین بمباران دکه و هن نوچین جی لشکرین ترک سینور در باز کرنه. اف چندک جاره جی انجام بمبارانی دا ولاتین سیویل دبن قربانی. فراکسیون پارتی دموکراتی کردستانی پارلمانتوی کردستانی دابتندی بمباران ترکیه سر نوچین سینوری شرمزار کرد و دخواست کرد افهزین بنا سبب بمبارانی برزگریک خو نکس دمک خلق سیویل و گندین حریم کردستانی ببن قربانی. فراکسیون بدکی داخلی خاطر گفت مخابن جاره کردن وجبر بمباران کردن ترکیه نوچین سینوری نزدیکی باجروک درلوک یه سر آمدی را دو ولاتی شهید بون و جرانویس دو کسین دنجی ندیارن. فراکسیون که داخلی دا سرخاشیل مالبتن وان شهیدان کر و هیویا دیاربون و جرانویس کسین وندابوی خواست او بمب باران کرن شرمزار کر او گوت جاره کدن سر هلبست خوایا نگویر تکز دکن با بمب باران کرن خلق سیویلی حریم کردستانی تو سبب نوی قبول کرن و بتندی و شرمزار دکن وزیر وگواستن و بنسازی ترکیه جای ترهان را گیاند که قدغه گشت ازمانی نامبر ترکیه و باجار سلیمانی یه حریم کردستانی دا 25 و مهی را دبکو بریار بو 23 لی دا دست بکن. در باری قدغه گشت ازمانی نامبر ترکیه و بالافرقانای نامنتوی یا سلیمانی دا وزیر وگواستن و بنسازی ترکیه دخینیک دا او گود که او قدغه سر بالافرقانای سلیمانی را دکن. حکومت عراق روز 29 ایلون 2017 جبر فرین مصر خابون کردستان قدغه دانی بود سر هر دو بالافرقانای هفلیر و سلیمانی و پشت را دو بهار 2018 دا قدغه را کرد. حکومت ترکیه در رفرندوم 25 ایلون یا سر خابون کردستان 3 ایلون 2017 دا گشتن بالافرقانای بو هر دو بالافرقانای هفلیر و سلیمانی دابون را بستاندن. حکومت ترکیه بهار 2018 قدغه سر بالافرقانای هفلیر را کرد لیل سر یا سلیمانی بسبب که اینکه پشتوانی پکیده که دریش کرد. حتی ترکیه بریاره کش بو هیامه که دمکی دری سینوری نوبر نافچه چلی یا چولامرگ باکوری کردستانی و نافچه آمده دهاکی یا باشوری کردستانی دا کرد. جفکانین حریم جی را گیاندن کش بر چالاکی پکه ترکیه دری سینوری بوهی که دمکی داخست. همین جفکانی دیار کرد که سروی مجاری دانستاندن نوبر پارزگاه چولامرگ و ریببریا آمده دا دست بکرید دا که دری زودتر دم وره وکرن.
هریم کردستانی ترکیه را سینور کی دریشه و نها دو دری سینوری فرمی ابراهیم خلیل و سرزیر نوبر هر دوالات دا وکرینه. بری سال که 2018 دا ارتش ترکیه و گروپ چکداری سربی و یریشی سر افرینی کرن و پشتی شهر 58 جان افرین هات داگر کرن زیادترش 1000 ولاتین کردین افرین شهید و بریندار بون زیادترش 250,000 ولاتی جی نچاری در بون و افرین ویران بو بن پکرن مروی هجی بردوانن و ولاتین افرین جی هجی ترسیده داشین سال که بری کوتاه یا ترکیه را گیاند اپراسیون میدانی افرینی دست بکرد روسیه زمان افرینی پیش فروکین شهرین ترکیه وکرد و فروکیان دست بمب باران کردن گنت و باجروکین افرینی کردن گور ارتش ترکیه دوی روزی دا 7-8 خال افرینی و دویر شیبای بمب باران کردن هر وقت ارتش ترکیه توپ و موشکان گنت و نوچین افرینی وک راچو شیعه بلبل شهرا جندریسی محبت و شیره و توپ باران کردن و گروپین چکداری اپوزیسیون سوری بن فرمان ارتش ترکیه دا دست بیریشی بجایل سر افرینی کردن دیریشی دا مالین سیویلان دبستان اوین فرمی نخوشخانه مزگفت جین دیروکی و پیروز و جرخانه افرینی هاتن بمب باران کرن و ویران کرن جبرگیریش الگور امورین هاتن را گیاندن زیادتر 300 ولاتین افرینی ین سیویل شهید بون و زیادتر 700 سیویلان جبرین دار بون هر وقت زیادتر 250,000 افرینی جب نجاری کوچبر و در بون بشک میزن جوان گند نوبر افرین و حلب دامان و بشک جی همون دوری کمپانتا هاتن جی کرن پشتی شهر 58 جان ارتش ترکیه و گروپ چکداری سربی را در بازی افرین بو داگر کردن و دست دزی و طالان مال اوین فرمی دکان و سامانین ولاتین سیویل کردن هر وقت به هزاران عربین خطای و نافچین جدایین سوری افرین دمال و ملک کردان دا تینم جی کردن و به 100,000 دارین زیتونان هاتنه دست سر کردن ریجی نای داین که در دارین افرینی وگرن سر مال و ملکن خواه سرکو دستای جبجی کاریا مجلس سوریه دموکراتیک الهام احمد رادگینه اف قبول نکن هریمن رجلات انفراطی وک دیرا و حبسی را دستی رژیم سوریه بکن پشتی بریار سرک امریکا یا وکشاندن هزین امریکیش سوریه سرک دستای جبجی کاریا مجلس سوریه دموکراتیک الهام احمد سردن موسکو کر جبوک موسکو ورولک نو بینکارید نو بروان حکومت سوریه دا بگره و دانستاندن کدمه تیرمه 2018 دا روسیان جنوب دست ببکه الهام احمد پیوینه که گل روزنامه آفساد چاپا لندنی دا سردن وانش موسکوی را دازانین وانش برپسین روسی را تکس کرن و اف جار سریا سیاسی را نه و وان نخشرک پیشکشی روسیه کرنه و برپسین روسی جی سوزا لیسته دا روله که ارینید نوبر حکمت سوری و مجلس سوری دموکراتیک دادانه الهام احمد تکس کر اگر نش قربانین شروانین یپگی و حسده با و روبرین فرش دایش رزگار نکرانه دی سوری سال 2014 و 2015 دا پرچکری او دا پیش ببو سرک دسته جبجی کاریا مجلس سوری دموکراتیک جوی روزنامه‌ای را داکفشه هر اب رژیم سوری را گیشتن هفکرنه که او مافین بکاتاین رجلات و باکوری سوری هاتن پارستن و رژیم سوری ربریا خاصر مکرات ایزن سوری دموکراتیک آمده تولی ارتش سوری ببه و تو نیاز آوان یادم ازراندن ارتش که سرفخوا نینه یپگی رادگینه چند روز بیدا دانستاندن الگل رژیم سوریه دست بتکن فرمانداری گیشت یکیناین پاراستان الگل یپگی سیپان همش آژانس رویترز را گیاندیه نامین گرینگ شامی گیشتیوان و چند روزن بیدا دانستاندن الگل رژیم سوریه دست بتکن همو رد که دانستاندن وان ین راست رزگل حکومت سوریه هبنو دبیجه شام شپشنیارین وان تگیشتیه درباره هزین آمریکا سیپان همو گوت وکشاندن هزین آمریکیش سوری دمک نزدیک دا جیب نابه اجبرکو شری دایشی هنجی بردوامه راپورت که روزنامه تایمز یا بریتانیا اشاره کرد ناکوکید نوبر روسیه و ترکیه دا درباره جرانویس کردهنه و روسیه لدجبیه که هریم و بهولل باکوری سوری شامی ببرین روزنامه تایمز یا بریتانیا دیار کرد پشت جوین اردوگان و پوتین موسکوی کنفرانس که روزنامه‌ای دا اردوگان بسا هریم و بهولل باکوری سوری و نیشتن یپگی و دایشی کرد لیهلنبری و پوتین تکس کرد پیوست ترکیه کرد و شامی دانستاندن بکن و پرزگری کن چاره سر بکن
روزنامه اشکره کرجی دانستاندن دابر کرد و شامی دا بوایی که کرداری پشتی بریارا وکشین و هزین آمریکی سوری دست بکریه و هر دو آلیان لف کردن که هزین کردی جین خواهی نزیکی سینوری ترکی را دستی هزین سوری بکه امبری بیجی کرد ریبریا خاصر بردگرن امبری بی سرکومری ترکی رجب تایپ دوگان را گیاند که وی مجرد چکرنا دوره که آرام سوری و رجوای کردستانی الگل سروک آمریکای دونالد ترامپ نرخاندیه و دل سروی مجاری هفدیدن الگل سروک روسی ولادیمیر پوتین بکه اردوگان هر و گود که افدی هریم من بیجی یال باکوری سوری بستینن او را دستی خودین وی بکه وزیر دروی ترکیه مولود چاوش خلورات گینه ولتی وید کرب تنی هریم ببله لباکوری سوری دامزرینه مولود چاوش خلوگوت ابوایی که نراست راست حکومت سوری بسرکاتیا بشر اسد پیوندی دانه جبو پیکانین و آرمانجی هر وها اشکره کرد نبر روسیه و ترکیه داره کفتنه که هفبش جبو جر سرکن و کریز سوری هی تنی برسا مان اسد دروی لکفتنه ترکیه دخوازه هریم ببله لباکوری سوری و رجوای کردستان بکوره 32 کیلومتر آوا بکه لگور ازانیارین میدیای ترکی افهریم ببله یا که انقره دخوازل باکوری سوری آوا بکه کوبانی گریسپی در باسه آموده قامش و دیریکی اوپرانیا نافچین رجوای کردستانی تکوه بن دستلات ترکی لگور راپورته که دوشنامه تایمز یا بریتانی پشتی هفدیدن سروک ترکی رجب طیب اردوگان و سروک روسی ولادیمیر پوتین آوا کردن هریم ببله شالی ترکیه و رد کرد و گوت پیوست ترکیه کرد و شامی دانستاندن بکن و پرزگری کن چاره سر بکن شاخی رجوای کردستانی یا کنگری نتوی یا کردستانی بری دمه که بو یک ریزیا سیاسی یا پارتیون کردی اینیسیاتیوک را گیانده بو که اینکه بانکل پارتیون کرده بو که دوی قناق هستیار دا نخوکین هی بدن آلیه کی سروکی شاخی کنگری نتوی یا کردستانی دکتر عبدالکریم عمر لگل 4 اندامان چنجران دوی مهی دا پریس کنفرانس دار خستن که دا اینیسیاتیو خوا رادگینن و انجام هفدیتنان اشکره دکن سر بانگا که اینکه انجمان زاگونساس یاری بریا خاصر برسیب دا و بریا را اوکرن اوفیسین که دستور نگرتنه دا جگری سروکی انجمان اجتماعی کردل سوری گود که اولهیویا گاوین پراکتیکی نجهیلا بیدینه پشتی بریا را انجمان زاگونساس پارتی پیشورو اوفیس خال کوبانی بکر لی اوفیس پارتی یه کسی هین گرتینه کلانین کردی جیب ارینی بانگا کنگرین تبیه کردستانی دنرخینن برپرسی نویسگر دیپلماتیک یا تفدمی الدار خلیل را گیاند پیام ارینیش بو خوشکردن دانستاندن از رژیم سوریه دگیجنوان و گوت اب روسیه را هفددن فشاری بخن سر رژیمش بو دست بکردن دانستاندن و روسیه جبه به گارانتوری وان دانستاندن الدار خلیل تفبیبینه که دارا گیاند برسیبین کدریا پیوندیر وان پیزن نودولتی را گیشتنوان ترکیه نکاره زوبزو وک افرین یریش بکه لیت همین دمی دا گفین ترکیه بردوانن سراکردن هریم ببله گوت جی پیویست هریبه که بی آواکران جبو ما جگفین ترکیه بپارزه و دبن چپتیریا نتوین یه گرتی دابه ترکیه نه اولی و نه آرامیه چید که بری ترکیه یریشی افرین بکه افرین هریم و پری آرام بود لی پشتی داگر کرنی به فکرن مرویج رواندن ظلم و زور و گارتن دموگرافی زده بویه السر یک رزی و یک خستن نامالا کردی الدار خلیل گوت پیشنیارکش آلی کنگریا نتوی و کردستان هیه مجی برسی و ارینی دالی حتی نا پارتی دن و یه کسی برسی و که اینکه ندانه هریم کردستانی دکاره روله که آرامی بلیزش بو نیزی کرن نابر پارتی رجوع کردستانی دا چی ببه افرین البیش نوونده که گروپا احرار الشرقی تقینه کرودا و کشتی و بریندار شچک داران هنه هات را گیاندن اتومبیل که بومبکری البیش نوونده که گروپا احرار الشرقی یال نزیکی نوونده چاندی تقیه و دنجامی دا هجمان رک شچک دارن وی گروپی هاتن کشتن و بریندار کرن پشتی داگر کرن افرین جالیاتش ترکی و گروپین شچک دار و رفش اولیه افرین گلکی خرابیه و هر دمه که تقین رو دادن و ولاتین افرین ین سیویل دبن قربانی هفته بوری دو پارلمانتارین فرانسی چونه رجوع کردستانی و لباجاری قامشتو برپرسین ریوبریا خاصر جویان و پارلمانتارک دویجه افسردن و نفرمیه پارلمانتارین فرانسی مادخیل ده پادوت و دانیل اوبونو گل کساتیا فرانسی تیودور پاسکال باجاری قامشتو برپرسین کنگره ستاریا جنان را جویان اف هر دو پارلمانتار اندام گروپا فرانسی انسومیزی که گروپا وال نو پارلمانتویش 18 کسان پیکته و جان میلنشون سرکاتیه وی گروپی دیگه و اپوزیسیون دجی سرک فرانسی ماکرون تیناس کرن دانیل اوبونو داخیا کرن کد به پلان که نادولتی سرکاتیا فرانسه آمریکا و نتوان یگرتی بیدانین جبک خلق رجوا بین پاراستن
الباکوری کردستانی و ترکیه پروسس هلبژاردن ریبرین هریمی گرم دبه. پارتی آزادی کردستانی و پارتی سوسیالیستی کردستانی دی باتفاق ولایت پروار و دموکرات هنه باجارین باکوری کردستانی نامزدین سرخوا نشان دادن. سروک پارتی باک و پسکه دبیجن امیل دجی سیاستا تاین کردن قیومان و خندقان ببن بریگ آلترناتیو. باکوری کردستانی و ترکیه پارتین خباتین هلبژاردن ریبرین هریمی به نوبر دوام دکن. پارتی آزادی کردستانی پاک و پارتی سوسیالیست کردستانی پسکه اتفاق ولایت پروار و دموکرات آواکر و دلباجاری وکی دیاربکر علی مردین و هین نوچین بنابزتین سرخوا بجداری هلبژاردن ببن. الگور آگویین کش ریبرین پارتی نابوری هات نگرتن ده هنه نامزدین وانش اجدر وی پارتین وان بن و حتی ده ثبات نوی نامزدان اشکره بکن. الگوری نرخواندن سروک گیشته پاک مصطفی اوجالیک ده اتفاق وان به آلترناتیو. اوجالیک دخوازه کل باکوری کردستانی هشمندی و سیاست و نتوایی کردستانی واره پیشخستن. پاک و پسکه دخوازن پوتنسیال نتوایی خودی در کبن و بدست شردرین که بدست بخن گرانی بدن پیش وبرنا چند و زمانی کردی. سروک گیشته یه پسکه مسعود تکجی گود او بدیلی سیستمی نه او بدیلی سیاستا خلط یا کردستانی نه او قیومون جی قبول نکن و سیاستا خندقون جی قبول نکن. او دخوازن ببن خطا سیامین وجبو کردستان و باکور ببن دنگه که ولایت پروار و دموکرات. الترکی و باکوری کردستانی پارتی سیاسی جبول جارتنا سیویکی آدار 4 اتفاق آوا کردنه. ریبرین پاک و پسکی آمجه دکن که اتفاق این هاتنه آوا کردن جبو موافن کردان یه نشتیمانی تشتکی ناکن. لیوی باتفاق ولایت پروار و دموکرات ببن آلترناتیو جبو بدستقستن موافن روا یه کردان تی بکوشن. دنگ و باسنجیانی نونری سوری الانجمن آسایش نودلتی ایراکیان اگر انجمن آسایش نودلتی ریل بر گریشن اسرائیل ین سروالات وی نگره شام دی برسی بده. نونری سوری الانجمن آسایش نودلتی بشار جفری جوین انجمن آسایش نودلتی یا سرف شروجلات داوین دا حشاری دا او گوت جماف روای سوری بروانی خوب که او برسی و گریش اسرائیل یا سرف قنای نودلتی یا شام بده. نونری سوری دا کفشی اگر انجمن آسایش نودلتی رنمای پیوستش بو روستاندن یریشن اسرائیلی نگره سوری ده همان یریشن سرفروخانای تلاویو بکه. روز 21 مهی فروکین شهرین اسرائیلی یریش برنسر بنگین هزین ایرانی و حزب الله لبنانی باشور شامی در دور فروخانای نودلتی یا شامی نوچه کسف در دور فروخانای ساحلی نزدیکی باجار سویدای. گور زانیارین روانگه سوریه مافن روان دنجام یریش دا 12 پاسدارین ایرانی بگیشت 21 کس هاتبون کشتن و زیانه که مادی یا مزن گیشتی وان بارگه و کمگهان. سروک روسی ولادیمیر پوتین و سرکمر ترکیه رجب طیب اردوغان مسکو کومبون جوین دا هر دو ریبر سر چکرنا هریم اولیه سوری و رفشا شرید نفخوی لوی ولاتی آخوین پشت جوین پوتین و اردوغان پیورو پرس کنفرانس که بشل دارخستن. پوتین دیار کرد که وکشین هزین امریکی ین سوری گوه که ارینیه و اردوغان جی دازانی که دویر خستن تروریست ولایه دو امریکا چید به دا نکرن. امریکا تکوشین دجی دولت اسلامی دایش دا پیزن سوری دموکراتیک رهفکاری دکل لی ترکیه ویج رخصتن تروریست حسبینه. پوتین دیار کرد که دخوازه که نوبر هزین کردان و حکومت سوری دا دانستاندن دست ببکن. وی دازانین که دخوازن پرسگری که سوریه برین دیپلماتیک جارست ببن و گفت که سروی مجاری به دوگان را دانستاندن کرنه. مسکو وی گلک جاران سوز دا بو کردان که وی پشگریا مافین وان بکن لیل گوری رای درین رجوع کردستانی او نکارن باوری بسوزین مسکو بکن. درجه کریز سوری روسیه بی روستاندن هف دایه که وکه ولات کی گارانتورش بو جوانتی حکومت شامی دستوردانید کاروبار سوری دا بکه. انجمن سوری دموکراتیک امسده باسکی سیاسی یزین سوری دموکراتیک کش سدی سی آخا سوری دبن دستوی دایه دبیجه که مسکو سوز دایه و نگر هات و شامی را الهف کرن اوی اوک آلی سیام و گارانتور سروکاتیا هر زکفته دکید نوبر کردان و شامی دا بکه. انجمن سوری دموکراتیک جی کف خوشی خوا در باره ویکی دا نشان داده. بری هفدیتنا سروک روسی ولادیمیر پوتین گل سرکمری ترکیه رجب طیب اردوغان شالی روسیه و هات راکیاندن که روسیه طب اینگاوین وکشینا هزین خوش آلی امریکا و ندیدنه. هر وها دمیدی روسیه دا تی دستیشان کرن که رفشا ایدلی بیده به بابت گرنگ هفدیتنا پوتین اردوغان دا. گور پسپوران ترکیه حتی نکاری باندور اپوزیسیون سوریه بکه که شهریم آرام یا بیشتر در بکه. هر وها هات راکیاندن تحریر الشام جوی حریم و ایریش آرتش سوریه کریه و
و روسیا و یکی وکی مترسیک جدی دنرخینه هات را یاندن که انگلیستان ده نیوی فروکین خواهین شهرش سوری و عراقی وکشینه. گور روزنامه دیلی میل که سرزاری برپسین سربازی دیار کریه انگلیستان ده 8 فروکین خواهین شهر جوره رف تیپون مهم بشیامه سوری و عراقی وکشیده. همین دمی برپسین سربازی بشن که برجی وان سر عرده ده بدومه او وکشین فروکین باندور ارکاوان ناکه. اف پینگا و انگلیستان پشتی بریار آمریکا یا وکشین هزی خوش سوری ده. سیشمی 22 چله 2019 بجارکی داووس الولات سویسری کربند آبوریا جهانی یا داووس دستکاری خاکر لید کربند ای سال دا چند سروک و سرکومری مزن ین جهانی بجدار نبون کربند ای سال یا داووسی حتی 25 چله بدوام به دا جوینا ای سال یا داووسی دا سروکی آمریکای سروکی چینی سروکی روسی سرکوزیر بریتانیا و سرکوزیر هندستانی بجدار نبون سدم و بجدار نبون وان سروک و سرکوزیر جیجبر مجلبون وان بپرسین گرنگ ین نوخواه ولاتی وانه تیوی ویتی گوتن که زیده 30 سروک و سرکوزیر ولاتی جیانی و سروک و برپرسین 38 خستن نو دولتی کربند ای سال یا داووسی دا بجدار بود سروک جوینا آبوریات جیانی یا داووسی کلاوس شواب راگیان که جوینا ای سال دا دی قیران نمزن ین جیانی بینن خواندن قیران وکه نیلان جوازیا دهات نوبر دولمنت بو هجاران دا انجام سستبونا آبوریات جیانی سرگ شکلنا آبوریات جیانی درکتن بریتانیش یکتی اروپای گویرتن هوای او قیران آبوریین اروپای کربند آبوریات جیانی که سالان داووسی یا سویسری تی انجام دان بناونیشان گلوبالیزم 4.0 دیزاین کردن جیانی قناق چارمین شورش پیش سازی دا دست کار خاکر بجدارین کربند دخوازن جیانش مترسی او نگرانیان بپارزن او وینه زلال بخن پیش بازار کار او آکنچین سرزوی او همین دمی باوری بو کمپانین مزن وگرینن اف چند من کل خواب پیشاندانین برفره لونسویلی دجی حکمت الوگرانی بکاری و رفش خرابی آبوری و گندلی تین درخستن هفتی آبوری سرکومری ونسویلا نیکولاس مادورو پیش قصر سرکاتیش شالی گرین خوا آخوی مادورو دیار کرد که وان با امریکا را همو پیوندین دیپلوماتیک قد کرنه اوی بانکل دیپلوماتین امریکیین ونسویلا کرد که ناب هفتی دو دمشمارن داجوی ولاتی درکبن سروکی پارلمنتوی ونسویلا خوان گوادو کد همین دمی دا سروکی اپوزیسیون وی ولاتیل قد که کاراکاس یا پایتخت وی ولاتی و که سروکی دمکی ین وی ولاتی و دنوف کرسه خو پیشندارن سوندا سرکاتی خروسوز دا کهل بجارتن دموکراتیک الولات پریوا به سرکومری ونسویلا نیکولاس مادورو جی دخواز کنترل کردن رفش ولات ارتش کرد سرکی آمریکای دونالد ترامپ جیراکیان که سرکاتی ریبر اپوزیسیون ونسویلا فرمی نزدیک او دیو که سرکی ولات سردری گلوی بکه ترامپ گفت دی آمریکا هموش یانی خو پشتوانی اوی بکه هر وزیر دروی آمریکا ماک پومپیو پیامی که دارگیاند که آمریکا پارلمنتوی ونسویلا و که حکومت فرمی یا وی ولاتی نزدیکه هجمار که دولت آمریکا با کور و باشور راگیاندن که حکومت دمکی یا جوان گوادو یا دشی دستلات سروکی ونسویلا نیکولاس مادورو نزدیکن دونالد ترامپ بانک الولات دنیا آمریکا با کور و باشور که سروکاتی گوادو بپذیرینن پشتی بانک ترامپ کانادا برزیلیا پاراگوای پرو چیلی و آرژانتین راگیاندن که حکومت دمکی یا گوادو نزدیکن ونسویلا یک جوالات آمریکا یا لاتینی و یک جوالات برم هنرین پترولی لیبلی رفشک خرابی آبوری دادجی و کریز آبوری لوی ولاتی گلک بزن بویه بازار نشویلی آمریکای زمانی کردی دخه ریبازا دبستانان دا دسته ری و بریار دبستان گیشتی یه سر بازار نشویل بریار دا فرمی زمانی کردی بخه ریبازا دبستانان دا بازار نشویل سر ولایت تنیسی آمریکای و یک جوان بازارانه که اجمارک زده یا کردان لیدشین و کردستانک بچوک تیب ناف کرن اجبر بی یکی دبستان وی بازاری بریار دانه که زمانی کردی بخن ریبازی خوادا هر دوی درباری دا نونر حریم کردستان الامریکا بیان سامی عبدالرحمن تویت که دانویسان دیگه که اف بریار گرنگه اونها چاول سروی یکیه که برپرسن وی ولایتی وی بریاری بپجرینن
Gdorin hijra evo bu veshano dengu basinateki sher 4% kotestani u korden diaspore hervonu čejnu na tevi. Gjorekaden haftioti disal servi novu nishoni emi rosti hevbin. Ome dekoru ribebro dengu basinu jo radio ireteze bilos Turkije. Hattoni veshanonu bëminun të vakher u khashida.